beyond job. مثل اینکه اینجا همه نهال فروشی دارن. یه عالمه نهال فروشی بود. عکساشون هم میزنن بغلش. نهال فروشیشون رو تبلیغ میکنن. اینم میدان امام علی. تو ایران اگر بودی کل ایدیات با هم 50 یورو نمیشد. رسیدیم هتل تارای مهاباد. الان پارکینگش رو بهتون نشون بدم. ما رسیدیم به اتاق. هیچکی چمدونامون رو که نیورد، خودمون آوردیم. مثلا راهنمایی کنیم و اینا هم که هیچی. اینم اینجا دیگه بهترین هتلی بود که ما پیدا کردیم تو مهاباد. از این هتل بهتر نبود. خیلی قشنگ. ایوان ترک خورد. عالیه. ویوش قشنگه ولی آره تراس داره، ویوش هم قشنگه. بهترین نقطه اتاق اینجاست. اینم یخچالش. میخوایم بریم بازار مهاباد ببینیم چی داره. به هتلم نزدیک، پیاده میتونید برید. نمیدونم بگید اون موزره رو میتونم بگیرم و اینجا احتمالا چی بود اسمش؟ براون؟ چه بوی خوبی میده سیب زمینی تنوریه. برسیم چای بخوریم. نه بابا چای نداره، سیب زمینی داره. خب اینم بازار استوکشه. ببینیم چی داره. ما رفتیم بازار استوکش، خیلی چیز جذابی نداشت. بعد سرچ کردیم مهاباد چی داره. داریم میریم بازار مسجد جامع سرخ. ببینیم که چه شکلیه. بازه نه اینه که بسته بسته زده بود 9 صبح تا 9 شب، مگه اینکه به خاطر تعطیلی. ماشین اینجا پارک کنیم. بازه
اینجا مسجد دایره، یعنی هنوز فعال، جای تفریحی تاریخی نشده. مسجد قشنگ. حالا این بر مردونش بود، زنونش نمیدونم کجاست. زنونش کجاست؟ یا رب العالمین یا رب العالمین مسجد جامع سرخ یا زنونه نداشت یا ما نتونستیم پیداش کنیم. من از اونایی که هر روز میان خوش اینجا نماز خوندن پرسیدم، یعنی یکشون پرسیدم، گفتم اینجا زنونه داره؟ گفت قسمت زنونه نمیدونم دیگه. منم شبو نداشت چون توش یه طبقه بود. شبو فرستادم بره تو براتون فیلم بگیره. میخوایم بریم سد مهاباد ببینیم سدش چطوری. سد مهاباد فقط همه جا شیپور میفروشن، نمیدونم چرا. یا مثلا فوتبال باشه یا همچین، شاید یه مراسم مثلا عید چیزیه، جشن چیزی دارن، نمیدونیم. خلاصا دارن شیپور میفروشن. میخوایم از این آقاه آش بگیریم و آب جوش بریم کنار سد بشینیم. آش گرفتیم، آش شبیه آش دوغه، حالا مزه‌شو نمیدونم چه مزه‌ای. خوشمزه است؟ خیلی. داداکی نگو. میگفتی نخودم بزنه دیگه. چرا توپ میکنی؟ خیلی بدمزه است. بدمزه نیست، خیلی خوشمزه است. بی ادب. چی داره توش؟ کرفس. شبا کرفس متنفره. بیا برای خودت. مهاباد مال. دندون آوردن. این استیک من، اینم پیتزای اسمال شب. میخوایم بریم شهرک سنفی کاوه، عمده فروش های مهاباد. اونجا میخوام برای کوکوفیش خرید بکنم. عمده فروش ها جنساشون از اربیل میارن. بریم ببینیم که چی دارن. تو میدونم که چی دارن چون باشون در ارتباطم، ولی حالا بریم برای شما ویدیو بگیرم. اینا چیه؟ منگون؟ من اینا تا ندیدم. این گوشوار این داخل این است. بعدم باباره دیگه اصلا قاطی میکنه. همجور یهو میاد.
میخوایم بریم بازار محلی. توی گوگل زده بازار سرپوشیده. فکر کنم اصلا این بازار محلیه که همه شهرها دارن. بریم ببینیم چطوری. بریم اینجا غذا بخوریم ببینیم چطوره. با برنج؟ با برنج؟ آره. آقا یه پرت کبابی زیوه غذا خوردیم 350 تومن شد. ببینید چی خوردیم. به نظرم قیمتش خیلی خوب بود. داریم میریم روستای سهولان. یه غاره اونجا، دومین غار بزرگ ایرانه بعد از غار علی صدر. بعد درسته. غار سهولان یا سهولان 35 تومن ورودی گرفتن. 30 تومن 30 تومن ورودی گرفتن. نمیدونیم کجاست غار. پیداش میکنیم. اینجا بلیط داره. دوباره بلیط میفروشن. بلیط قایمه. بلیتش نفری 100 تومن. محمد امین خوب بود؟ بد بود؟ عالی. ولی خیلی پلاس شد. درست میدار رو بگی بیا. با میچینم سخته. درست میگه پنجه. این چیز میمونه. هتل لاله. Bahçenizi burada görüyoruz. Dersi burada mısın? Ömer lambisi Türkçülük öğretmen mi? چقدر تاریکی اینجا. همینجا سیگار گرد. خیلی خنده داره. به طرف اسکله قایق ها. اینم درسته. ما فقط تو این سفر پله رفتیم بالا اومدیم پایین. سفر اکتشافی میمونه. شبیه عرش میدوسته. عرش
ساعت ترش میرسه پیدا میکنه و در زمان سفر میکنه. شب باید ازاری عکس بگیرم. چه باحال این وسط. اوه 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 این برو چه خبره. بعد بر اساس این شماره‌ای که پشت بلیتتون میزنن بیاین وایسین اینجا تو صف جلیقه، اونا که جلیقه هاشون در میارن بگیرین، بعد برین اونور وایسی تو صف قایق. یه چیزی بگو. تعجب کردم. چی؟ باحاله نه؟ قلمبه آهکی خیلی باحاله. جذابیتش معلوم نمیشه تو دوربین. کافی شبیه پای فیل. منوی کافه تو پارچه‌ای بود با مزه بود. اینجا رو ببینید اگر صبحونه این چیزا رو بگیرید چایی یا مهمون کافه ای. سفارش همون رو آوردن. داریم از مهاباد برمیگردیم. به نظرم خیلی خوب بود. آدم ها خوش برخورد بودن، مهربون بودن. اولش در ظاهر شاید فکر کنید که مثلا هر چیزی که میخواید شاید تو شهر نباشه، ولی یه ذره بگردید پیدا میشه. مردم پاتوقای خودشونو دارن، رستوران ها و کافه ها و کلا خوب بود. من دوست داشتم مهابادو. شما نظر چی؟ خوب بود. اولش فکر میکنم همونطوری که گفتی هیچی اینجا نیست، هیچ خبری نیست، ولی بگردید همه چی پیدا میشه. هم کافه خوب هست، هم رستوران خوب هست، هم بازار خوب داره، همه چی خوب بود. خوب خدا رو شکر. قیمت ها و هزینه زندگی هم که واقعا نسبت به تهران خیلی پایین تر. هزینه رستورانش تقریبا نصف تهرانه، یعنی بعضی اوقات نصف هم کمتر میشه. خیلی قیمت